ادبیات کلاسیکی تاجیکی، فارسی، دری با تاریخ ملت ارتباط قوی و ناگسستنی دارد. شاعران و ادیبان بزرگ گذشته در برابر قهرمانان میدان رزم تاریخ ساختند و با سحر سخن و نیروی کلک شرف ملت را حمایت نمودند. مجموعه بازتاب تاریخ در آینه شعر که به قلم روزنامه‌نگار وطنی و ایجادکار اصیل عبیدالله اکرمزاد متعلق است، چند ورقه از آن شاه کتاب بزرگ نیاگانمان می باشد. بازتاب تاریخ در آینه شعر نامگذاری شدن کتاب بی سبب نیست. مؤلف در نوشته خویش کوشیده است توسط منظومه های بزرگان که در آنها حادثات و واقعات تاریخ ملت به طور واضح انعکاس یافتند به نسل امروز و فردا بازگو نمایند. شما از یک حکمت بسیار انسانساز، از یک ترکیب بسیار خوشایند استفاده بردید که شعر چگونه میتواند تاریخ را بازتاب دهد. اگر این شعر فارسی، تاجیکی، دری باشد، قدرت دارد که همه گونه حادثه‌های زندگانی را بازتاب دهد، مثل آینه منعکس کند. و خوشبختانه نیاگان ما از استاد رودکی پیشتر رویم، اگر مثلا از محمود وراق، ابوالینبغی، از ابوحفص سغدی، بهرام گور تا شمس‌الدین شاهین ما مشاهده میکنیم که در حقیقت نیاگان ما در آینه سخن، در آینه شعرشون تمام رویدادهای زمان خود را بازتاب کردن، نشان دادن. و در حقیقت زبان مادری ما، زبان تاجیکی، فارسی، دری، در حقیقت به آینه شباهت دارد. اینقدر یک زبان زیبا، توانمند، خوشایند، شیرین، شاعرانه مثل عسل در دنیا نیست. و این زبان مقدس در دوام زیاده از 2000 سال کاری را انجام داد که یک لشکری جرار میبایست انجام میداد. یعنی ملت ما رو زنده نگاه داشت، زبان مادری ما زنده نگاه داشت. و همین شعر عالمگیری که اساسگذار آن فرزند نامور ملت تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی هستند، در حقیقت شعر تواناست، شعر کلاسیکی در حقیقت شعر تواناست. و شما تصور کنید که با سحر سخن استاد رودکی نصر ابن نوح سامانی از بادغیس، از شهر هرات، پای لوچ با اسب سوار شده امر کرد که به بخارا میروی. وقتی که به بادغیس رفت در اونجا 4 سال ماند و اهل رکاب یاد زن و فرزند کردند، یاد بخارا کردند و از استاد خواهش کردند که یگانه شخصی که میتواند شاه را وادار کنه که به بخارا برگردد شمایید. و استاد رودکی همین قصیده مشهوری بوی جوی مولیان آیت همه را نوشتند و این غزل را، این قصیده را در پرده اشاق سرودند و این سرود آنچنان به شاه نصر سامانی تاثیر کرد که وای پای لوچ به موزه با پشت اسب بیزین سوار شده امر کرد که به بخارا برمیگردیم. انا قدرتشه. مثلا از با شرافت همین قصیده استاد رودکی ما یک پاره زندگانی هم خود استاد رو دریافتیم، هم روزگاری در شهر بادغیس گذرانده نصر سامانی رو دریافتیم. انا قدرت زبان مادری ما و قدرت شعر تاجیکی حادثات انعکاس میکنند. شناخت تاریخ ملت و آن هم توسط شعر شاید در قالب اندیشه ایده نگنجد، اما عبیدالله اکرمزاد با گردآوری، تحلیل و بررسی و مرتب ساختن کتابشان در زمینه شعرهای شاعران کلاسیک این حقیقت را برملا ساخته است. مثلا با شرافت شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی ما آگاه شدیم که 4 جشن ملی داریم: ترگان، مهرگان، سده، نوروز. محض همین یکی از سرچشمه های معتمدی که ما با تکیه به آنها جشن های 4 جشن ملی رو تجلیل کردیم شاهنامه استاد فردوسی است. اگر نوروز با شاهنشاه جمشید تعلق داشته باشد، اساسگذار جشن مهرگان فریدون است. این دلیل در شاهنامه درج شده است. مثلا منوچهری نامه‌نگار میگویند که باز دگر باره مهر ماه درآمد، جشن فریدون و آتبین بدر آمد. تاکید میکنند. یا که مثلا استاد فردوسی میگن که در شاهنامه فریدون چو شد بر جهان کامگار، ندانست جز خویشتن شهریار. بر روز خجسته سری مهر ماه، به سر بر نهادان کیانی کلاه. انا بود تاثیر شعر و آینه شعر بودن ادبیات ما اون است که ما در حقیقت آنچنان یک ادبیات بزرگ داریم که خوشبخت انسانی که تاجیک است و همین ادبیات با زبان مادری ما میخونه. مثلا اگر توجه کنید به هفت افرنگ استاد عبدالرحمن جامی تاریخ نامه است.
با خمسه استاد نظامی تاریخ نامه است، با خمسه استاد امیرخسرو دهلوی تاریخ نامه است، با مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی تاریخ نامه است. در آنجا از روزگار بسیار عزیز و اولیاءها، دوستای خدا، عارفا سخن می رود. به این معنا یا که غزل های خواجه حافظ شیرازی یا سعدی یا کمال خوجندی، حافظ شیرازی در غزلشون میگن که آینه سکندر جام جم است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. مثل همین ادبیات کلاسیکی ما در حقیقت ادبیات بزرگ است و ما خوشبختیم که همین ادبیات داریم. شکر باید کنیم و از همین فرصت مناسب استفاده بردن من اظهار منتداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم، چون که در زنده شدن دوباره قدر پیدا کردن همین ادبیات خدمت بسیار بزرگ کردند. شما تصور کنید که در سلسله اختران ادب 72 جلد آثار نیاگان ما چاپ شد. این خدمتی آسان نیست. بعد این معنا دادر عزیز ادبیات کلاسیکی ما در حقیقت آینه رویدادهای تاریخ ما است. اگر ما خواهیم که از همین تاریخ آگاه باشیم باید با شعر کلاسیکان باشیم. چرا؟ با اون معنا که منوچهری دامغانی یک رباعی دارن، میگن که خرسند به نیک و بد خود باید بود، اندازه شناس حد خود باید بود. اول سبق تو ابجد آمد، یعنی با سیرت اب یعنی پدر و جد بابا، با سیرت اب و جد خود باید. عامل‌های خودشناسی در تألیفات بزرگان علم و ادبمان به شکل‌های مختلف درج گردیدند، اما مؤلف کتابی بازتاب تاریخ در آینه شعر آموختن و همه جانبه دانستن تاریخ ملت را یکی از سرچشمه‌های اساسی به حد خودشناسی رسیدن خلق و ملت و حتی فرد می‌دانند. محمد اقبال یک شعر دارند بسیار شعری دلرس و تحریک دهنده، بعد انسان ساز. میگن که چیست تاریخ ای ز خود بیگانه ای، داستان قصه افسانه ای، این تو را از خویشتن آگاه کند، آشنای کار و مرد ره کند. ضبط کن تاریخ را پاینده شو و از نفسهای رمیده زنده شو، دوش را پیوند با امروز کن، زندگی را مرغ دستآموز کن. تاکید ببینید میگه محمد اقبال تا ما تاریخ را نآموزیم نه به خود میرسیم، نه به خلق خود، نه به دنیا. سرچشمه خودشناسی تاریخ است و کاری که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2020 بخشیده به 30 سالگی استقلال کردن، این در حقیقت یک تشبثی بسیار بیمانند، یک اقدام بسیار بی‌نظیر تاریخی آن کس بود. شما تصور کنید که به هر یک خاندان تاجیکستانی ها کتاب مقدس تاجیکان به پول رایگان تقسیم کرده شد. چرا؟ با اون معنی که خوب درک کردن که تا ما به قدر تاریخ نرسیم، تا تاریخ ملت رو ندانیم، نه به قدر خود میرسیم نه به قدر استقلال. و خوشبختانه تکرارا میگم که این اقدام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بزرگترین اقدام بود. کاری که دادر عزیز کتاب تاجیکان در زمان شوروی به منفعت ملت ما کرد، این کار عادی نبود، بسیار کاری بزرگ. یک کتاب کار یک لشکر را انجام داد، کار یک اکادمی را انجام داد. چون که دشمنان ما امروز هم این لحظه که ما صحبت داریم، دشمنان ما من شما حالم آرام ننشستند و بر ضد ما هر لحظه فتنه میانگیزند، هر لحظه دسیسه میانگیزند، چون که بزرگی ملت تاجیک رو دیده نمیتوانند. و کاری که استاد باباجان غفورov سال 1972 با نوشتن کتاب تاجیکان انجام دادند بسیار کاری بزرگی تاریخی بود. و تاجیکان استاد باباجان غفورov ادامه کار استاد صدرالدین عینی، ادامه کار نمونه ادبیات تاجیکان بود که سال 1926 به خاطر بستن دهن پنترکستان استاد عینی نوشتن و استاد باباجان غفورov همون کاری آغاز کرده استاد عینی رو دوام دادن، ادامه دادن. و تاجیکان یک مشتی برحق، یک مشتی حقیقی، یک مشتی دشمن شکن به دهن دشمنان ما بود که تاجیک ملت نیست که دیروز پیدا شده باشد. تاجیک ملت بزرگ است، تاج دارد. این تاج زمینی نیست، این تاجی که از گوهر نور آفتاب است. این تاجی است که خدای بزرگ به هر که نصیب لایق نمیبیند. از این رو همین رمزی باشدم مثلا با دلیل‌های علمی معتمد استاد غفور بزرگی ملت تاجیک را تاکید کردند و در این نوشتن کتاب تاجیکان زیاده از 2000 سرچشمه استفاده شده است. این شماره کم نیستیم. و استاد بازار صابر یک شعر دارن در باره استاد عینی میگن که تاجیکان را از زمین چون دانه ها دریافت او، چون کتاب کهنه از ویرانه ها دریافت او. تاجیکستان گر نه هر یک تاجیک آثار اوست، خاطری بیداری مردم خاطری بیداری اوست. یعنی کار استاد باباجان غفورov با نوشتن کتاب تاجیکان ادامه کاری آغاز کرده استاد عینی بود و این کار خوشبختانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دوام دادن. شما تصور کنید چند رساله، چند کتاب درباره تاریخ ملت نوشتن. انکنون قرض انسانی شهروندی ما آن است که
همین اثرها رو بخوانیم، بیاموزیم و به قدر نعمت‌های استقلال برسیم. به شبهه کتاب‌ها گنجینه گویای تاریخ و تمدن ما و وسیله از نسل به نسل انتقال یافتن ارزش‌های بزرگ فرهنگی و تاریخی نیاگانمان دانسته می‌شوند. این است که فرزندان فرزانه ملتمان در همه دوران حیات بهر حفظ و نگهداشت و پایداری نفوذ و اعتبار تاریخی ملتمان سعی و تلاش خسته‌ناپذیر انجام می‌دهند. در عصر نوحده ما یک دولت مقتدر داشتیم با نام دولت سامانیان. این دولت بزرگ، دولت سامانیان زیاده از 180 سال دوام داشت، از آغاز از سال 823 تا سال 1005 تا دوره آخرین نماینده سامانیان ابو ابراهیم منتصر که در وقت شاعر هم بودند، روحشان شاد باد. از اون کس چند پاره شعر هم باقی مانده است که در این کتاب بازتاب تاریخ در آینه شعر خوشبختانه ما جا کردیم، با اون معنا جا کردیم که این بابای بزرگ ما جوانمرگ شد. این بابای بزرگ ما در راه آزادی ملت، استقلال ملت جان خود را از دست داد. بعد این معنا ما اشعارشون رو اینجا آوردیم و در حقیقت مکتب خودشناسی است. اکنون سبق چی؟ ما باید چیکار کنیم؟ دولت سامانیان برهم خورد. چرا؟ یک سوال پیدا میشه، چرا برهم خورد؟ سبب چی بود؟ زمینه ها چی بودن؟ ضدیت های داخلی، فتنه دشمنا و حرص جاه طلبی. همین سه عامل سبب شد که یک دولت مقتدر از بین رود. اکنون ما باید سبق گیریم چی باید کنیم؟ به قدر استقلال تاجیکستان باید برسیم، اتحاد ملت را تامین کنیم، وحدت ملت را احتیاط کنیم و در اطراف پیشوای ملت متحد باشیم، به قدر خردترین دستاورد زمان استقلال برسیم، آن را دوست داریم، احترام کنیم، هموطنان خود را مثل برادر دوست داریم. در بین ما نباید تفریقه، در بین ما نباید مثلا جدای اندازی باشد. ما همه فرزندان یک پدر و مادریم، ما هم از یک دسترخوان نان میخوریم، از یک هوا نفس میکشیم. از این نکته بسیار مهم است که تاریخ مکتب خودشناسی است. ما باید از گذشته سبق گیریم. وقتی که 48 سال دوام کرد ساختمان دیوار بخارا با این باره مقتدر، وقتی که بابای بزرگمان امیر اسماعیل سامانی شاه شدن، خراب شده بود در چند جایش. بعد همون آدمان مسئول آمده گفتن که شاه هم اگر مثلا اجازه دید ما همون دیوار رو تعمیر و ترمیم کنیم. بعد این کس میپرسن بابا اسماعیل هم که چقدر پول میرود؟ میگن مثلا صدها هزار تنگه طلا. بعد میگن که همون پولی که برای خراجات دیوار صرف میشود به مردم دهید. دیوار بخارا من دیوار بخارا تا دمی که من زنده یگان دشمن جرأتی به بخارا آمدن نمیکنه. انا مکتبی بزرگی خودشناسی بدن تاریخ چیست؟ یعنی ما باید از گذشته چیزهای بهتر بگیریم، یعنی وطن سازی بیاموزیم و در حقیقت تا دمی که بابا اسماعیل زنده بودن یگان دشمن جرأتی به بخارا آمدن نکرد. این دلیل آن است که ما باید پیروی بزرگا باشه. یا یک فکت دیگر برای شما میبیارم. کوروش کبیر اولین شاهی که به خاطر سعادت انسانیت، فقط به خاطر آریایی ها نه، به خاطر سعادت عموم بشری اعلامیه حقوق بشر اعلان کردن. استوانه کوروش کبیر نوشتن. استوانه کوروش کبیر میدونید مهرنامه نیاگان ما تاجیکان سرافراز به تمام بشریت است. و چه ما این تاریخ سبق نگیریم؟ چه خود رو نسازیم؟ از این رو بزرگترین، البته هر یک تاریخ هر یک ملت برای هر یک ملت عزیز است، اما در نگاه من آموزنده ترین، افتخار انگیزترین، سازنده ترین تاریخ ملت بزرگ تاجیک و تاریخ مردم آریایی نژادان است. مؤلف کتاب بازتاب تاریخ در آینه شعر جای در خصوص خدمت‌های تاریخی مورخ سرشناس ملت علامه بابا جان غفورов اشاره کرده و سیمای برجسته این فرزند برومند ملت را بازتاب نموده است. با اون معنا استاد بابا جان غفورov را افتخار تاجیکان جهان گفتم که کاری که اون کس کردن در حقیقت ادامه کار ابوالفضل بلعمی بود. ما بینندگان عزیز خوب میدونن که در زمان سامانیان سه وزیر بزرگ بودند که پایداری دولت سامانی ها به همین سه وزیر دانشمند وابسته بود: ابوالفضل بلعمی، اوتبی و جیهانی. و در بین آنها نسبتاً انسانی که به اهل ادب غمخوارتر بود، به اهل ادب نزدیکتر بود و در حقیقت در پهلوی استاد رودکی کاخ ادبیات ساخت ابوالفضل بلعمی است. و همین کاری ابوالفضل بلعمی را استاد غفورov و صدرالدین عینی با نوشتن نمونه ادبیات تاجیک و تاجیکان ادامه دادند. شما خوب آگاهید که ابوالفضل بلعمی قرآن را به زبان تاجیکی ترجمه کردند. خوب میدونید نه؟ غیر از این با هدایت ابوالفضل بلعمی استاد ابو عبدالله رودکی کلیله و دیمنه را با نظم درآوردند. از این رو وقتی که به تاریخ توجه میکنیم میبینیم که در هر عصر ملت تاجیک
فرزندانی در می‌یابد که آنها در حقیقت نسبت به دیگران فرق می‌کنند، هم از نقطه نظری جهانبینی، هم از نقطه نظری تفکر ملی، هم از همین شیوه زندگانی. از جمله بابا جان غفورов هم در عصر 20 برای ملت ما همین خیلی مرتبه داشتند. بابا جان غفورov برای آن افتخار ما تاجیکان جهانند که آن کس تکرارا میگویم که تاج طلایی داشتن ملت تاجیک را به جهان اثبات کردند. غیر از این همچون پدر سبب شدند که صدها عالم به وایه برسد، صدها عالم در تمام ساحه، از همین ساحه ادبی زبان ادبیات تاجیک گرفته تا تاریخ شناسی و باستان شناسی. گذشته از این استاد بابا جان غفورov برای آن افتخار ملت تاجیک هستند که آن کس ما را به خودمان شناساندند. من وابسته به آبروی جهانی استاد بابا جان غفورov یک نکته رو میخوام تاکید کنم. استاد بابا جان غفورov اولین مورخی بودند که نه تنها تاریخ خلق تاجیک بلکه تاریخ 5 خلق‌های آسیای مانده را بررسی کردند و یک سبب افتخار ما بودن بابا جان غفورov همین است. آنها دیگر خلق‌های آسیای مانده را گفتند، نشان دادند که راه خودشناسی چیست و با کدام راه میتوان به خود رسید و با کدام راه میتوان به قدر فرهنگ و تمدن جهانی رسید و فرهنگ و تمدن ملی ساخت. همین خدمت بزرگ دیگری بابا جان غفورov که باعث افتخار نسل امروزی ملت تاجیک است، تحقیق کردن تاریخ خلق‌های دیگر آسیای میانه است. این کار آسان نیست، کار هر کس هم نیست، چون که دلی بزرگ میباید، جهانبینی بسیار وسیع میباید، بعد خیرخواهی میباید، یک جسارت بسیار بیمانند در کار که شما تاریخ دیگر ملت‌ها را موشکافانه، خردمندانه، عالمانه و حق تلاشانه بررسی کنید و با آنها شناسانید، گویید که تاریخ شما چنین است. خدمت بسیار بزرگ است. به تأکید مؤلف کتاب عبیدالله اکرمزاد، از عمق تاریخ تا کنون شعر و ادب هیچ خلق و ملت به اندازه شعر تاجیک مقام و منزلت عالمگیر نداشته است. شعر تاجیک کاخی بیگزندی را میماند که در خود تمام جنبه های حیات اهل بشر را فرا گرفته است. استاد ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه یک تاکید بسیار زیبا دارند. پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکندم. و کاخ بیگزند شعر نامیدن من ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی را دری را اشاره به همین تاکید استاد فردوسی بود و در حقیقت کاخ ادبیات فارسی تاجیکی دری بیگزند است، بزرگ است. مثل ادبیات کلاسیکی ما در دنیا ادبیات نیست. خواندیم، ادبیات جهان هم خواندیم دیدیم، ادبیات اروپایی هم دیدیم، ادبیات آمریکایی هم دیدیم، ادبیات مردم شرق هم دیدیم، نیست. در یگان قطعه ادبیات کلاسیکی نیست که با ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری همپایه باشد، همسنگ باشد، هم پیمانه باشد. از این رو ما این کاخ را، این کاخ ادبیات را، کاخ سخن را کاخ بیگزند شعر نامیدیم. برای چی؟ شعر تاجیکی تنها شعر نیست. شعری که نیاگان ما از استاد ابو عبدالله رودکی یا از محمود وراق و ابوالیانبغی و از حنظله بادغیسی و بهرام گور تا شمس الدین شاهید و محمد صدیق حیرت گفتن این تنها شعر نیست، فلسفه است، حکمت است، زندگی شناسی است، تلقین جوانمردی است، آدمیت است، کائنات است، اسرار طبیعت است. شعر یک شعر عادی نیست. مثلا اگر به شعر کلاسیکی متوجه کنیم، اگر تمام موضوعها به درجه عالی بررسی شده است. مولانا جلال الدین بلخی در یک قطعه‌شان در یک مثنوی معنی میگویند که نردبان آسمان است این کلام، هر که زین در میرود آید به بام. نه به بام چرخ که اخضر بود، بل به بام کز فلک برتر بود. انا بزرگی شعر تاجیکی فارسی در چیست و در حقیقت این کاخ بیگزند است. من اینا با زبانی دراز، با سری بلند، با افتخار میگم در همه جا. مثل شعر کلاسیکی ما تاجیکان در یگان ادبیات یگان خلق دنیا شعر نیست و این کاخ بیگزند است که اشاره به هم گفته استاد ابوالقاسم فردوسی است. و از کدام پهلو، از کدام ژانر، از کدام شکل شعری که به ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی داری توجه میکنید، عالی ترین شعر در پیش نظر میاد. شعر تاجیکی را آینه تاریخ ملت عنوان کردند که بی اساس نیست. به نوشته عبیدالله اکرمزاد، نظام نظم تاجیک چون نظامنامه عالی شعر و ادب جهان شناخته شده و تاکنون آن پایدار و بیگزند باقی مانده است. بزرگی ادبیات کلاسیکی ما باز در آن است که این ادبیات مردمی است، ادبیاتی است که انسان را به آدمیت وادار میکند. آدمیت، جوانمردی، سخاوتمندی، دستگشادی، انسان دوستی، مردم نوازی. همین یک قطعه مشهور شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی است که برای بینندگان عزیز میخوانم. آنها خوب میدانند بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند.
چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. نیاگان ما شاعران بزرگ گذشته اول دیگران را دیدند، بعد خود را. یعنی چی؟ این دلیلی به کمال آدمیت و معنویت رسیدن آنهاست. مثلا انسان وقتی که اول دیگرها رو میبینه بعد خود رو، این به کمال معنوی رسیدن انسان است. حافظ شیرازی در غزلشون میگن که ای نوری چشم من سخنی هست گوش کن، ای نوری چشم من سخنی هست گوش کن، چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. اول بنوشان، وقتی که ساغرت پر است، پیالت پر است، اول به دیگرها نوشان بعد خودت نوش. این کمال آدمیت و فتوت و جوانمردی است. و همین چیز و ما به سبب نام کتاب را بازتاب تاریخ در آینه شعر نماندیم و در این کتاب شعرهای گرد آورده است که یک پاره از تاریخ ملت ما دارد و کام ملت تاجیک را با سخن برداشتند، با شعر برداشتند و من بسیار میخوام که نسل آینده ملت ما، آینده سازان ما، جوانان ما، نورسان ما با شعر کلاسیکی تاجیکی فارسی دری باشند، اشعار نیاگان خود را، بابایان خود را با چشم دل خوانند، با چشم سر نه، با چشم دل خوانند، چون که هر یک بیت آنها یک حکمت است، یک تاکید است، نکته است برای خودشناسی، برای مردم پروری، برای بال پرواز آموختن و به آرزوهای دلی خود رسیدن. در واقع شعر و شعرآفری در خلق و ملت ما ارثی است. طوری از کتابی بازتاب تاریخ در آینه شعر برمی آید شاعران و اهل قلممان در مرحله های گذریش تاریخی توسط شعر سخن عالمگیر خود تحولات دوران و دیگرگونی های زمان را انعکاس نمودند. این لحظه که ما با شما صحبت می‌آوریم در حقیقت یک زمانی شکوفایی ملت ما، زمانی شکوفایی فرهنگ و تمدن ماست. این کار تنها به شرافت فداکاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و استقلال دولتی تاجیکستان، این سرزمین مقدس، دست داد. اکنون وظیفه ما است که همین دستاوردهای فرهنگی، همین دستاورد اقتصادی را حفظ کنیم، زیاد کنیم، بیافزاییم. و مقصد ما هم از مرتب کردن این کتاب آن است که هموطنان عزیز ما روی به شعر بیاورند، روی به تمدن بیارند، روی به تاریخ بیاورند و زبان مادری خود را دوست دارند. شما تصور کنید امروز ما آزادانه با زبان ملی خود، با زبان مادری خود در تاجیکستان سخن میگوییم. این یک آرزوی هزار ساله نیاگان ما بود. ما باید به قدر همین دستاوردها برسیم و غرض از آن که ما بازتاب تاریخ در آینه شعر ماندیم نام آن است که شعر است که انسان را میسازد. من به خاطر بینندگان عزیز دو مصرع همه که شعر میخوانم که به خاطر بزرگی شعر است. شفیع اثر میگوید که شفیع اثر یک از شاعران گذشته ما میگوید که شعر است که در صحبتش افسردگی نیست، شعر است که در صحبتش افسردگی نیست، شهدی که دلت را نزند در شکری ماست. شعر تاجیکی همون شعر شکرین است. شعر تاجیکی شعر انسانساز است، خصوصا اشعار کلاسیکان ما. و خوش به حال کسی که از این دسترخوان معنوی، از این دسترخوانی که انسانساز است بهره‌ور می شود و خود را به خاطر آینده تاجیکستان مقدس می سازد. بینندگان عزیز، روزنامه‌نگار وطنی ایجادکار پرمحصول عبیدالله اکرمزاد در کتاب خود با نام بازتاب تاریخ در آینه شعر توانسته است که واقعیت شعر شاعران کلاسیک تاجیک و فارس را در انعکاس رویدادهای تاریخ ملت تاجیک و سرزمین تاریخی اجدادانمان به خوبی بازتاب دهند. از این خلاصه برآوردن ممکن است که در حقیقت شاعران ما شعر را نه تنها یک ژانر بدیعی یا حالت پرواز الهام به کار بردند، بلکه تاریخ شعر نبض زمان را با فراگیری همه تحولاتش بیان کرده و نسل بعدی را با تاریخ گذشته آشنا نمودند. بازتاب تاریخ در آینه شعر کتاب دوم بوده، سال 2024 در حدود 100 نسخه و با فراگیری 160 صحیفه چاپ گردیده است.